الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 61 از آموزشی کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود برحق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. در حلقه گذشته به شما اصل محبت و کمال محبت بیان گشت و این چنین قسمهای مردم نسبت محبت توحید که 5 قسم اونها بود بیان گشت و حالا باشد در اینجا اقسام محبت و بعض از مسائلی که تعلق به محبت شرط صحتی لا اله الا الله که است بیان می نماییم. بارک الله فیکم. شرط پنجمی صحتی لا اله الا الله این محبت است و محبت قسمهای خود را دارد. علما میگویند محبت 5 قسم است و بعضی از اون جایز است یعنی مباح است و بعضی از اون واجب است که باید عمل کرده شود و بعضی از اون شرکی هست و بعضی از اون حرام است و باید انسان بداند. اولین محبت این محبت طبیعی عادی فطری است، محبتی که به مانند محبت پدر فرزندش را یا که محبت فرزند پدر را یا که محبت مال که در قلب هر یکی من و شما دوستداری پول مال هست، اما نه همچون طاغوت، همچون یک محبت طبیعی که کمی انسان میل دارد. محبت مادر، محبت زن، محبت فرزند، این نمودی محبت است که از خودش تعظیم، خواری و ذلت و طاعت و اطاعت را، خضوع و تعبد عبادت کردن را لازم نمی شمارد. این نمودی محبت لازم نمی شمارد که انسانی دوست داشتهتون را به نهایت بزرگ بگیرید، در نزدش تذلل و خواری بکنید، به هر یک گفته اش اطاعت بکنید، خضوع و یعنی همون محبت و محبت عبادی باشد. این چنین نیست. این محبت عادی است که در قلب انسان وجود دارد. اما خاکساری کردن به پدر، به مادر، یعنی در نزد اونها خودتون را در حالت پست حس کردن و خودتون را در حالت حقیرشون دادن در نزد پدر و مادر، خاکسار بودن، البته این یک عملی خوب است و این بزرگ شمردن پدر و مادر این بزرگ شمردن الله است، زیرا که الله امر کرده است که ما پدر و مادر را بزرگ شماریم، در نزد اونها یعنی جسم خود را نه در حالت کبرانه بلکه در حالت خاکسارانه نشان بدهیم. پس بزرگ شمردن پدر و مادر، احترام آنها، این بزرگ شمردن امر الله است و طاعت الله است، زیرا که الله به ما امر کرد که پدر و مادر را بزرگ شماریم. بارک الله فیکم. پس این بزرگ شماردن پدر و مادر بزرگ شماریدن کامل و خالص و 100% نیست، بلکه یک بزرگ شماردن جزئی هست، اما بزرگ شماردن الله بزرگ شماردن کامل و خالص است. پس این محبت طبیعی عادی فطری است که مباح است. دومین نمود محبت تعبدی است، محبت عبادتی است، محبتی است که این محبت همچون عبادت در نزد الله قبول می شود. این محبت الله است، محبت الله که متصف وصف شده با تذلل، با خواری و خاکساری و خضوع و امید به الله و با ترس و رهبه و خوف و امید و این یعنی این نمود محبت که این تمام صفات ها را دارد، این محبت خاص بر الله است و این نمود محبت را، محبت تعبدی را به غیر الله انجام دادنش جایز نیست، حرام است. فقط به الله باید انجام داشد. چگونه محبتی که وصفش این چنین است:
خواری، محبتی که خواری دارد، یعنی در نزد الله خودتان را حقیر حس کنید، خودتان را فقیر حس کنید، در نزد الله سرخم کرده باشید، اطاعت الله را به جا بیارید، امید به الله کنید، در همه حالت بازگشت به الله کنید، توکل به الله کنید، از الله بترسید، ترسیده به عملهایش را انجام بدید. این محبت خاص بر الله است. برای همین این دومین نمود محبت را محبت تعبدی میگن. تعبدی یعنی محبت عبادتی. سومین نمود محبت اللزومیه. محبت اللزومیه یعنی محبتی آن چیزی که الله دوست می‌دارد، یا که محبت در الله، محبت به خاطر الله. این نمود محبت سوم محبت لزومیه، یعنی این نمود محبت از محبت تعبدی که پیش از خودش است به جا آمده است. یعنی وقتی که آدم محبت تعبدی را پیدا می کند، یعنی الله را دوست می دارد، بعد از الله را دوست داشتن حتما لازم است که باید آن چیزی که الله دوست می دارد همون را دوست بدارد و به خاطر الله مؤمنان را دوست دارد، اهل توحید را دوست دارد، دوست داشته های الله را دوست دارد، طاعت و خیر و همه اون چیزهایی که الله دوست داشته است دوست بدارد. پس محبت فی الله والله، یعنی محبت در به خاطر الله، همه چیزهای دوست داشته الله را دوست داشتن، این محبت ضروری است. کسی که الله را دوست داشته است باید دوست بدارد. محبت اولیای الله، محبت بندگان مؤمنین، محبت رسولان، محبت ملائکه ها، محبت بندگان صالح، این محبت در حقیقت محبت لزومی بعد از محبت الله، محبتی که لازم است که باید به وجود بیاد، این را محبت ولا و برا میگن. انمین محبت ولا و برا است، یعنی ولا و برا محبت لزومی است، یعنی به وجود آمدنش لازم است. اگر به وجود نیاید ایمان نادرست است، ایمان صحیح نیست، انسان صاحبش کافر میشد. پس انمین محبت ولا و برا است، یعنی ولا و برا هم در قسم محبت لزومی است. اسلام ایمان انسان پره نمی شود تا همان زمانی که محبت لزومی به وجود آید، و در بعضی حالت ها انسان را کافر میکند. در حالتی که چیزی دوست داشته الله را بعد ببینید، ولا و برا را ترک بکنید و کافر را دوست بدارد، مؤمن را بعد ببیند، البته انسان را کافر میکند. پس همین محبت بالاترین درجه ایمان است، بالاترین درجه ایمان است. و چهارمین نمود محبت شرکی است، یعنی دوست داشتن محبت غیر الله، محبت آن بت‌ها و معبودها و طاغوت‌هایی که غیر الله پرستیده می شود، محبت قبرها و مزارها، محبت ایشانها و اولیاها، توکل کردن به اونها عبادت را انجام دادن. همون محبتی که به الله شما انجام دادید که با احساس ذلت و خواری و فقیر و پس رغبه و رهبه و خوف و رجا هست، همین را به غیر الله انجام دادن. محبت مع الله هم میگویند علما. محبت مع الله یعنی به غیر الله کسی دیگر را چنان دوست می‌دارید که گویا که الله را دوست است. یحبونهم کحب الله. مشرکان کسان هستند که غیر الله بعضی از چیزها را چنان دوست می‌دارند که گویا که مثل الله دوست، یعنی غیر الله را به الله در محبت برابر کردن. این محبت شرکی هست، محبت شرکی است. و همین محبت مشرکا بود. مشرکا یعنی معبودهای باطل خود را چنان دوست می داشتند که مثل الله دوست می داشتند، و محبت شرکی است. پنجمین نمود محبت محرمه، یعنی محبت حرام، که این چنین محبت جایز نیست و حرام است. این به مانند دوست داشتن محبت آن چیزهایی که الله دوست نمی دارد، به مانند کفر، فسق، گناه و سرکشی، پیروی شدن از هوا، یا محبت کفار، یا که دوست داشتن اونها، یا محبت چیزهایی که الله به ما امر کرده است که باید اونها را بعد ببینیم، یا که غلو کردن در محبت دنیا و مال. ما گفتیم
محبت طبیعی این دوست داشتن مثلا مال دنیا یا بعضی از چیزهای دنیا یا خود دنیا که البته حد حدود خود را داشته باشد، اما غلو کردن در محبت دنیا و مال یا که محبت فرزند و زن و پدر و مادر غلو کردن، این محبتی محرمه هست که در بعضی حالات انسان را کفر میکند. شیخ کلو میگن این محبت محرمه درجه خود را دارد، بعضش انسان را کفر میکند، با کفر واقع میکند، انسان را از ملت اسلام بیرون میکند و بعضیش انسان را به گناه وارد میکند و کفر نیست، کفر دون الکفر است. پس از این 5 نمود محبت: محبت عادی و فطری طبیعی، دومین نمود محبت محبت الله یعنی محبت تعبدی، سومین نمودش محبت لزومیه یعنی بعد از اینکه الله رو دوست داشتید بعضی از نمودهای محبت که شما ملزوم هستید، لازم هستید که این محبت ها به جا بیارد، محبت لزومی. محبت شرکی چهارم، پنجمش محبت محرمه. از همین نمود محبت ها محبت اول طبیعی عادی فطری این مباح است، محبت تعبدی دوم، محبت سوم لزومی این واجب است، محبت چهارم شرکی و محبت پنجم محرمه این حرام است و کفر است. محبت چهارم البته شرک است و کفر است، محبت پنجم حرام است و غیر شرعی است. بارک الله فیکم. و این قسم های محبت بود که باید من شما بدانیم. وقتی که انسان این قسم های محبت را نمیداند البته آمیخته میکند. بعضی انسان ها محبت شرک را انجام میدهد بیخبر است، بعضی انسان ها محبت محرم را انجام داده است، به کفر واقع شده است، به گناه واقع شده است، بیخبر است، یعنی کفر را دوست داشته است، چیزی که الله بعد میبیند دوست داشته است، بیخبر است از سبب جهل و جهالت. البته باید به خاطر این انسان بیاموزد. محبت طبیعی را بعضی وقت انسان غلو میکند، پس محبت طبیعی مباح است در حالتی که غلو نکنید. اما محبت تعبدی دوست داشتن الله و محبت لزومیه که بعد از دوست داشتن الله آمدنش ضروری است و لزوم است، لازم است، محبت چیزایی که الله دوست می‌دارد، محبت اهل توحید، محبت موحدین و محبت این چیزها البته واجب است. و محبت شرکی که انسان رو کافر میکند، مشرک میکند، و محبت محرمه که در بعضی حالات انسان رو کافر میکند و در بعضی حالات البته صاحبش گناهکار میشد. پس دانستن و فرق گذاشتن در بین این محبت ها ضرور است و واجب است. و مسئله دیگری که تعلق به شرط پنجم محبت لا اله الا الله دارد، یعنی شرط صحت لا اله الا الله محبت است، این است که نمودهای یا که قسمهای محبت از جهتی نسبت دادن یا که اختصاص کردن به الله، اختصاصش به الله. یعنی وقتی که محبت را به الله نسبت میدهیم، به الله خاص میگردانیم، این هم تقسیم می شود. یکم محبت عامه میگن، محبت العامه المشترك بین الله و عباده و انواعها 4. محبت عامه که در برگرنده یا مشترک است بین الله و عبادش، که این به 4 نمود تقسیم شد: محبت طبیعی، محبت رحمت و اشفاق، محبت اجلال و تقدیر، قدردانی کردن، و محبت انس و الفت. و دومین نمودش، دومین قسم محبت از جهت اختصاصش به الله، این محبت تعبدی هست که خاص به الله این محبت انجام داده می شد و به غیر الله به دیگر هیچ چیز این محبت را صرف کرده نمی شد. این را محبت عبودیه، محبت تعبدیه، خیلی که در بالا گفتیم در قسم دوم محبت، یا که محبت ملزومه مستلزمه للذل والخضوع والانقياد والتعظیم گفته می شود، که کمال طاعت و کمال عبادت در همین نمود محبت است. یعنی که ما وقتی که محبت را اقسام محبت را ذکر میکنیم از جهت اختصاصش به الله، میبینیم که محبت به 2 قسم تقسیم شد. محبت عامه هست که بین الله و بنده هایش تقسیم شد، که محبت طبیعی، محبت رحمت و اشفاق، محبت اجلال و تقدیر، محبت انس، که این محبت هم در بنده وجود دارد و هم در الله. اما محبت تعبدی، یعنی این نمودی محبت بنده دارد و بعضی از بنده را دوست می‌دارد، محبت طبیعی، محبت رحمت می‌کند، محبت دوست می‌دارد، با اجلال تقدیر، محبت انس الفت.
اما محبت تعبدی خاصی که هست این خاص الله هست. محبتی که محبت عبودیه تعبدیه یا که محبت مستلزمه که ما ذکر کردیم. بارک الله فیکم. اما قسم های محبتی که متعلق به الله تعالی هست، یکمین محبت الله، یعنی محبتی که متعلق به الله هست، یعنی محبتی که در محبت الله هست. محبت الله آیا فقط دوست داشتن الله هست یا چیزی دیگر؟ البته قسمهای خود را دارد. باید بدونید اولا این محبت الله، اما این کافی نیست. دوست داشتن الله فقط کافی نیست، بلکه محبتی ما یحب الله، محبت آن چیزی که الله دوست می‌دارد. یعنی انسانی که میگه که من الله را دوست می‌دارم به همین نجات نمیاد، باید آن چیزی که الله دوست داشته است دوست بدارد. محبت الله خودش کافی نیست. دومین محبت آن چیزی که الله دوست داشته است. الله چیز را دوست می‌دارد؟ الله حق را دوست می‌دارد. الله، رسول الله، ملائکه و قرآن و صحابه و اساس دین که این توحید است، اهل توحید مؤمنین، الله سبحانه و تعالی آنها دوست دارد. و سومین محبت لله که ما ذکر کردیم، این از لوازم محبت الله هست. محبت لله چه که در اقسام محبت ذکر کردیم، قسم سوم محبت محبت لزومیه بود. محبت لله این محبت لزومیه هست، یعنی وقتی که الله را انسان در حقیقت دوست داشت باید محبت لله به خاطر الله محبتش به وجود بیاد. پس انسان همان وقت مسلمان می شود که این سه نمودی محبت در وی به وجود بیاد. محبت الله، محبت آن چیزی که الله دوست می دارد. اولا محبت الله، دوما محبت آن چیزی که الله دوست می دارد، سوما محبت به خاطر الله که این را میگن محبت از لوازم محبت الله است. از لازمات محبت الله، از لوازمات محبت الله این محبت لله است. و بعد از این چهارمینش محبت مع الله. سبحان الله که البته این شرک است. محبت مع الله یعنی دوست داشتن با همراهی الله. این محبت شرکیه و کفریه و محرم است. یک فایده رو در اینجا ذکر میکنیم که علما گفتن محبت الله از جهت اصل اگر نظر کنید این محبت فطری عادی هست، طبیعی هست و تمام خلقی که در روی دنیا هست الله را دوست دارد. در قلبش الله را دوست دارد، یعنی فطرتاً طبیعی است که هر یک انسان الله را، معبودش را دوست دارد. اما فقط الله را یعنی طبیعی یا که فطرتاً در قلب الله را دوست داشتن به انسان اجر نمیده، چرا که این امر فطری هست. هر یک انسان در قلبش الله را دوست دارد، اما این دوستداری فطری که در این حالت انسان به همین خاطر دوستداری فطریش اجر و ثواب نمیگیرد. محبتی که الله از ما میخواهد این محبت تعبدی هست. محبت تعبدی که قائم پابرجا یا که قائم بر تذلل انقیاد، پابرجا بودن به عمل. محبتی که با همراهی عمل باشد، با همراهی که خود انسان خودش را در حالت پستی و فقر و ذلیلی حساب بکند. محبتی که بعد از این محبت طاعت الله به وجود آید، بزرگ شماریدن الله، خضوع و خشوع کردن به الله باشد، به این انسان اجر میگیرد. بارک الله فیکم. پس این محبت هایی که تعلق به الله دارد. پس ببینید محبت الله، محبت آن چیزی که الله دوست می‌دارد و محبت لله که هر سه همین چیز بودنش برای مسلمان شدن ضرور است. اگر یکی از همین نمودی محبت نابود شود انسان از اسلام بیرون میشود و مسلمان نشده است. اما محبت چهارمین که تعلق در مسئله الله است، محبت با همراهی الله، یعنی یک مزار را چنان دوست بدارید که الله را دوست بدارید، غیر الله را به مانند الله دوست داشتن که البته این شرک است، این کفر است. بارک الله فیکم. پس مسئله دیگر این است که محبت به دو قسم تقسیم میشود: محبت مثبت،
محبتی که ثابت شده است، این محبت را انجام دادن، عمل کردن جایز است. و محبت منفی، محبتی که عمل کردنش جایز نیست، محبتی که الله نفی کرده است و این محبت را رد کرده است، انجام دهنده اش به عذاب بزرگ گرفتار شد. محبت اول، محبت مثبت، محبتی که به قرآن و سنت ثابت شده است، محبت الله. این محبت فرض عین به هر یک انسان است. و محبت والله و محبت فی الله، و این چنین محبت طبیعی، فطری، عادی. این محبت هایی که ثابت شده است و انجام دهندش ان شاء الله به یک اجر و ثواب نائل میشد. و محبت الله و محبت فی الله، این محبت تعبدی و محبت لزومی هست که به این انسان مسلمان نمیشد. و دومین نمود محبت، محبتی که منفی، انجام دادنش جایز نیست، حرام است، شرک است و بدعت است. این محبت شرکی هست. این رو میگن محبت با همراهی الله، محبت مع الله. یا که این چنین محبت محرمه. ما در تقسیم توحید ذکر کردیم. محبت در تقسیم محبت گفتیم محبت 5 قسم است. ما الان ذکر میکنیم 3 قسمش محبت مثبت است، ثابت شده است. محبت عادی، فطری، و دومش محبت تعبدی، محبت الله. سومش محبت فی الله، لزومی. هر سه این انجام دادنش البته ضرور است. 2 تاش واجبش، 1 تاش مباح است. اما محبت منفی، محبت مع الله، محبت شرکیه و محبت محرمه. محبت شرکیه انسان را کافر میکند، حتما انسان کافر میشد، مشرک است. و محبت محرمه در بعضی حالات انسان کافر میشد و در بعضی حالات البته گناهکار میشد. بارک الله فیکم. و این چنین محبت از جهت فایده و ضرر به 2 قسم تقسیم میشد. محبت یعنی از جهت نافعه، فایده آوردن، و از جهت ضرر. ما میگیم محبت نافع فایده آور وجود دارد و محبت ضرر آورنده وجود دارد. محبت فایده آورنده این محبت الله است و محبت آن چیزی که الله همون را دوست می‌دارد. هر چیزی که الله دوست می‌دارد همون را دوست داشتن این ضرور است و یکی از ملزومات، ضروریات محبت الله است. کسی که الله را دوست داشت باید محبت داشته باشد به آن چیزی که الله دوست می‌دارد. این محبتی فایده آور است. آخرش انسان رو به جنت به رضایت الله میبرد. اما محبت ضرر رساننده، محبت ضار میگند، محبتی که انسان را عاقبتش به دوزخ میبرد، این محبت شرکیه است. محبت شرکیه که ما ذکر کردیم یعنی محبت مع الله هست، یا که محبت آن چیزی که الله همون چیز را بد میبیند، یا محبت آن چیزی که محبتش را از محبت الله قطع کرده است. و این یا که محبت محرمه است. این نمود محبت ها را محبت های ضرر رساننده در دنیا میگند که در روز قیامت این محبت ها به صاحبش دشمن می شود و صاحبش را در روز قیامت این نمود محبت، محبت ضاره، به دوزخ میبرد. بارک الله فیکم. پس این بود نمودهای محبت از جهت فایده دهنده و ضرر رساننده. و ما يتضمنه شرط المحبة لكلمة التوحيد ويدخل فيها میگند. علما میگند آن چیزی که شرط صحت لا اله الا الله محبت، شرط محبت در معنیش دارد، در برگیرنده هست، در برگیرنده های شرط محبت به کلمه توحید. محبتی که شرط کلمه توحید است به خودش چند چیز را در بر میگیرد. محبت الله عز و جل یکمش، دومش محبت الوهیت الله، یگانگی الله در عبادت، یگانگی الله در آفرینش و خلق رزق، در ربوبیت، یگانگی الله در اسما و صفات و افعال، محبت توحید الله در الوهیت، ربوبیت، اسما، صفات. این دومین نمودی محبتی که در برگیرنده شرط محبت است. یعنی ما وقتی که میگیم که محبت شرط صحتی لا اله الا الله هست و پنجمین شرط صحت است، ببینید که همه این محبت های که ذکر میکنیم از 7 نمودی محبت در برش هست. باید این محبت ها باشد. محبت امرهای الله، محبت شریعت الله، دین الله، فرض کرده های الله، باید تمام این رو دوست بدارید. اگر دوست ندارید انسان کافر می شود و لا اله الا الله صحیح نیست. زیرا که این محبت ها در زیر شرط محبت کلمت التوحید وجود دارد.
یعنی محبت کلمه توحید، یعنی شرط محبت کلمه توحید همه این محبت ها رو در برش دارد، در برگیرنده است. چهارمین نمود محبتی که در زیر شرط محبت کلمه توحید می آید محبت اسلام و پیرو شدن به همین اسلام و محبت عبادت و طاعت. پنجمینش محبت رسول الله صلی الله علیه و و محبت پیرو شدن رسول الله و محبت اطاعت رسول الله صلی الله علیه و کسی که پیرو شدن رسول الله را بعد می‌بیند، کسی که اطاعت کردن به رسول الله را بعد می‌بیند، کسی که رسول الله را دوست نمی‌دارد، این انسان مسلمان نیست و شرط صحت لا اله الا اللهش که محبت است به جان آمده است. ششمین در برگرفته شرط محبت کلمه توحید این محبت آن چیزی که الله دوست می‌دارد و بعد دیدن آن چیزی که الله بد می‌بیند. هفتمین در برگیرنده پنجمین شرط کلمه توحید محبت، این محبت اولیاهای الله یعنی مؤمنین و موحدین و بعد دیدن دشمنان الله از کفار و مشرکین و مبتدعین و ملحدین. این هفت محبتی که ما ذکر کردیم، محبت الله از دینش، رسولش، محبت اونچه که الله دوست می‌دارد، محبت اولیاش و محبت موحدینش، همه این محبت های، این نمود محبت ها در زیر شرط محبت کلمه توحید وجود دارد. ما وقتی که گفتیم که محبت پنجمین شرط صحت کلمه توحید، معناش این است که همه این محبت ها در زیرش وجود دارد و این محبت کلمه توحید، شرط محبت کلمه توحید، همه این محبت ها رو در بر دارد، در برگیرنده است. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم. و باذن الله در حلقه آینده یعنی چیزهای لوازم محبت الله را به شما ذکر میکنیم که یعنی وقتی که انسان الله را دوست می‌دارد لازم است که بعضی از چیزها به وجود آید. اگر به وجود نیاید این دعوای دوستداری الله دروغ است. خیر، در حلقه آینده این مسئله ها ذکر میشد. بارک الله فیکم و از الله میطلبیم که به همه ما علم و یقین و صدق و اخلاص و محبت را نصیب و روزیمان بگرداند و توفیق به عمل صالح بدهد و ثابت قدم در راه